به نام خداوند مهربان. سلام میکنم خدمت شما دوستان عزیز. از اینکه با ما همراه هستین خیلی خوشحالم و تشکر میکنم بابت همراهیتون. من مهدی محمدی، مؤسس بنیانگذار متافکر، امروز در خدمتتون هستم تا بهتون بگم نقطه شروع موفقیت و شادی شما این است که کنترل زندگیتان رو به دست بگیرین. مطلب حیرت انگیز راجع به داشتن هدف در زندگی اینه که اهداف به شما یاد میدن که جهتگیریتان به سوی تغییر تحت کنترل خودتون در بیان. اهداف به شما القا میکنن که در جاده زندگی شما در جایگاه راننده قرار گرفتین و دستانتون بر روی فرمان زندگی است. اهداف به شما این احساس رو میدن که زندگیتون در جهتی که میخواین پیش بره. هر چقدر در کنترل تک تک بخش‌های زندگیتون موفق‌تر بشین، مثبت‌تر و خوشبین‌تر خواهیم بود. و هر چقدر مثبت‌تر و خوشبین‌تر بشین، قوانین و اصول ذهنی زندگیتون رو فعال‌تر می‌کنین و خوشبختی بیشتری رو احساس خواهید نمود. اگر تا به حال اهدافت رو انتخاب نکردی و نمیدونی دقیقاً مسیرت کجاست، نگران نباش. میخوام بهت بگم چطوری اهدافت رو تنظیم کنی و به راحتی بتونی به هر چیزی که در زندگیت میخوای یا هر هدفی که در زندگیت داری برسی. به شرطی که این دوره ورکشاپ رو به صورت کامل و با دقت مشاهده کنی و نکات و تمرین‌های عملی گفته شده رو مو به مو در زندگیت اجرا کنی و به صورت مستمر در زندگی تنظیم کنی و به نتایج دلخواهت برسی. میدونم چقدر برای رسیدن به اهداف و علایقت بسیار مشتاق و هیجان زده‌ای، اما عجله نکن. صبور باش و به این سوالم پاسخ بده. آیا واقعا برای رسیدن به اهداف و تغییرات بزرگ زندگیت آماده‌ای؟ فقط در صورتی که خودت حس می‌کنی آماده‌ای با من همراه شو. مطمئنم که این ورکشاپ پیشرفته هدف گذاری قدرتمند براتون خیلی مفید خواهد بود و قول میدم در صورتی که با من همکاری داشته باشی و نکات گفته شده رو مو به مو اجرا کنی، تغییرات اساسی، هدفمند و جذاب در زندگی اتفاق بیفته و انگیزت برای رسیدن به اهدافت در تمام ابعاد زندگی افزایش پیدا کنه و روز به روز به سمت هدفت حرکت کنی و فرمان سکان کشتی زندگیت رو به دست بگیری. این ورکشاپ شامل 5 تا بخش هستش. بخش اول در ارتباط با شناسایی ارزش‌های اصلی و تعیین اهداف در راستای ارزش‌های اصلی باشه. همچنین داخل بخش اول ما پرسشنامه ارزیابی ارزش‌های اصلی و لیست ارزش‌های اصلی رو قرار دادیم تا به راحتی بتونی ارزش‌های اصلی خودت رو تعیین کنی و در این راستا اهدافت رو تنظیم کنی. بخش دوم شامل 18 گام پیشرفته هدف گذاری به صورت ورکشاپ هستش که ما فرم‌ها را داخل این بخش قرار دادیم. و بخش سوم مدیریت حرفه‌ای زمان با توجه به اهمیت کارها و وظایف هستش. و بخش چهارم در ارتباط با تمرکز بر اهداف می باشه. و نهایتاً بخش پنجم در ارتباط با اینکه چطور شناسایی کنیم که در مسیر موفقیت حرکت می‌کنیم یا خیر. پاسخ تمامی این سوالات را در ورکشاپ پیشرفته هدف گذاری قدرتمند خدمتتون عرض کردم. ما همچنین سعی کردیم تمامی این گام‌ها را به صورت ورکشاپ باشه تا اینکه در اجرای آن هیچ چالشی نداشته باشی. چند مورد از مزایای شرکت در ورکشاپ پیشرفته هدف گذاری قدرتمند رو خدمتتون میگم. یکیش اینه که اهدافت رو به صورت دقیق در تمام ابعاد زندگیت در ارتباط با شناسایی ارزش‌های اصلیت مشخص می‌کنی و انگیزت رو به صورت مستمر افزایش میدی. دومیش تمرکز بر روی اهداف مهم زندگیتون افزایش پیدا می‌کنه و هر روز تصمیم‌های بهتری برای زندگیتون میگیری و وظایفت رو به صورت کارا و موثر انجام میدی. سومیش پیشرفت‌های گسترده در زندگیت ایجاد میشه و شور و شوق اشتیاق و اعتماد به نفست افزایش پیدا میکنه. و چهارمیش اینه که موجب کاهش استرس‌های زندگیت و آرامش خاطرت میشه. همچنین برای غلبه بر حواس پرتیت خیلی کمکت میکنه. و نهایتاً اینکه شما رو به مدیریت زمان و استفاده بهینه از منابع قادر میکنه و چشمانداز نهاییت رو براتون واضح میکنه. در واقع با انجام گام به گام و مستمر تمرین‌های این دوره به اهداف خودت سریعتر و موثرتر از اونچه که فکرش میکنی میرسین. دلیل اینکه چرا این ورکشاپ پیشرفته هدف گذاری قدرتمند رو تدارک دیدم به خاطر این هستش که اکثر مردم از زندگی خودشون رضایت کافی ندارن و همیشه در تلاشن کیفیت زندگیشون رو تقویت کنن، در حالی که نمیدونن آیا واقعا مسیری که میرن کیفیت زندگیشون رو افزایش میده یا نه. میخوام ازتون بپرسم چه اهداف ارزشمندی در زندگیت داری؟ میخوای پولدار بشی، در تحصیلت موفق بشی، در کارت پیشرفت کنی، سلامتیت رو در آینده تضمین کنی، زندگی زیبا در کنار خانواده داشته باشی، از زمانت به بهترین نحو استفاده کنی؟ میخوای بر تنبلی و به تعویق انداختن کارات غلبه کنی؟ آیا برای رسیدن به تمامی این اهدافت برنامه‌ای داری؟ در اینجا تکنیک‌هایی را به صورت ورکشاپ و کاملا عملی خدمت آموزش میدم که با استفاده از این تکنیک‌ها بهره‌وری و اثر بخشی خودت را چند برابر افزایش میدی و به راحتی بتونی اهدافت رو در تمامی چرخ‌های زندگیت، در تحصیل، کسب و کار، سبک زندگی و سلامتی و همچنین مواردی انتخاب کنی و به آسانی امکان پذیر کنی.
و همیشه با انگیزه زیاد به سمت هدف حرکت کنی و زندگیت رو جذاب‌تر و زیباتر کنی. ضمناً با استفاده از این تکنیک‌ها در طی 30 روز آینده بیشتر از اون چیزی که در 5 ماه اخیر انجام دادید رو میتونید به سرانجام برسونید. این یعنی انقلاب بزرگی در زندگیت رخ خواهد داد. خلاصه اینکه گام‌هایی که در این ورکشاپ خدمتتون عرض کردم، گام‌هایی هستن که تمامی افراد موفق این گام‌ها رو در زندگیشون اجرا کردن. شما میتونید این ورکشاپ پیشرفته هدف گذاری قدرتمند رو که به صورت ورکشاپ و حتی پرسشنامه ارزیابی طراحی شده رو از سایت metaverse.com دریافت کنین و همچنین این ورکشاپ رو که شامل آپدیت‌های رایگان بعدی و پشتیبانی 24 ساعته میباشه رو به صورت آنلاین دریافت کنین. ما گارانتی اثر بخشی رو روی این محصول قرار دادیم و تو میتونی 100% بدون ریسک این محصول رو خریداری کنی و در صورت عدم رضایتتون از این محصول مبلغ پرداختی رو در همان روز و با رضایت کامل به شما برمیگردونیم. همچنین بعد از خرید محصول در صورت هر گونه نیاز به مشاوره تخصصی در مورد مطالب دوره و سوالات احتمالی پیش رو میتونی با من در ارتباط باشی. امیدوارم که بعد از شرکت در این دوره ورکشاپ گام‌ها و تکنیک‌های عملی رو همزمان به صورت سیستماتیک در زندگیت اجرا کنی و شاهد انقلاب بزرگ زندگیت و هدفمندسازی و سرشار از موفقیت سازی خودت و خانواده عزیزت بشی. میتونید ما رو از طریق سایت metaverse.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید تا از محصولات و مقالات جدید مفید رایگانمون استفاده کنید. اگر سوالی در مورد انگیزه و نحوه ایجاد انگیزه در زندگی و هدف گذاری و روش‌های بهینه هدف گذاری و مدیریت زمان براتون پیش اومد، میتونی از طریق آدرس ایمیل info@metaverse.com و شماره تماس 912 740 8199 در ارتباط باشی. از اینکه تا انتها من را همراهی کردین، نهایت سپاس و قدردانی دارم و ممنونم از همراهیت. آرزوی موفقیت برای تو و خانواده عزیزت دارم. در سایسار امن ایمان پایدار باشید و جاودان. خدا نگهدار.